اما وظیفه ما طبعاً در خارج از کشور دفاع از مبارزات مردم، اعتراض به سرکوب‌ها و رسوا کردن آن و مانع شدن از این است که حق حیات و آزادی‌های فردی و سیاسی مردم ایران و زندگی اپوزیسیون فعال داخلی وجه المصالحه منافع تجاری و سیاسی دولت‌های غربی قرار نگیرد. من فکر می‌کنم دیگه اینجا تموم کنم چون وقت تمومه. خیلی ممنون. بسیار ممنون. ما الان به قسمت سوال و جوابا میرسیم، ولی قبل از اون من میخواستم یک اطلاعیه رو باز بخونم. دوستان سایکل فور هیومن رایتس گفتن که اگر هر کسی که علاقه‌مند بود میتونه اسمشو بذاره در ایمیل لیستی که اینا در بیرون دارن که در تماس باشین. چون ممکنه در آخر سوال جوابا من یادم بره، من میخواستم از تمام دانشجویانی که در این برنامه کمک کردن و کمک‌های واقعاً بی‌نظیری داشتن، اگه نظم و ترتیبی رو در اینجا می‌بینین کار اوناست، من فقط با اسم کوچیک از اینا اسم ببرم. البته الفبایی نتونستم بکنم، به هر حال همین اسم هست: داریوش، نوید، بهنود، مهدی، مسعود، روجا، هلیا، هانیه، مهدی، چند تا مهدی داریم ما در اینجا، پویا، سحر، احسان، نیلوفر، سارا، گلبرگ و ارسلان. بسیار ممنون. اما در مورد سوال و جواب، اول من می‌خواستم خواهش کنم اگه can we have the lights for the question and answer period in the hall, you know, if possible. Yes. Okay, thanks. Yeah, that's very good. من میخواستم خواهش کنم که در مورد سوال و جواب سوالا رو تا میتونین کوتاه و از پاسخ دهندگانم خواهش میکنم تا میتونن کوتاه جواب بدن. ما میتونیم دستجات هر 5 تا سوال بگیریم و میتونین یا به هر کسی رو ادرس کنین یا کل پنل رو. من شاید از اونجا میشینم. خب ما چند تا میگیریم؟ یکی اینجا، یکی اون خانم اونجا، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا. جایتون موند؟ اونایی که انتخاب کردن دستشون رو بالا بگیرن. خیلی خوب. بفرمایید. خیلی کوتاه لطفاً. مرسی. با سلام خوش آمد میگم به خانم کار و آقای لاهیجی. ممنونم، بحث خیلی جالبی بود و سوال من این هست که اول یه چیزی مقدمه رو میخوام بگم و بعد خیلی مختصر. 15 سال پیش در تورنتو کانادا بحث‌های اولیه حقوق بشری کمیته دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران شروع شد. این بحث‌ها به درستی اون چیزی است که خانم کار هم از اون یاد کردن و بعد این بحث‌ها در ایران و سراسر جهان شروع شد به وسیله ایرانی‌ها. در ایران در دنیای سخن آدینه و گردون و به خصوص در آدینه فرج سرکویی بحث‌های حقوق بشری از طرف زندگیات پوینده و مختاری و گلشیری آتشی انجام می‌شد و شروع شد. این بحث‌ها امروز عمیق‌تر شده و چون در مثل دوی امدادی به نسل جوان امروز منتقل شده است، این بحث می‌رود که به جنبش بزرگی در ایران تبدیل شود. و اما سوال من در خارج از کشور گروه‌های خیلی زیادی هستند با دیدگاه‌های خیلی به اصطلاح مختلفی، تو احزاب سازمان‌های مختلفی جمع‌اند و یه حرکتی هم در آینده همین در نیویورک پیش رو هست. مسئله ایران هم مسئله حقوق بشره، یعنی تمام این جوونا و حرکت‌هایی که در ایران هست حرکت حقوق بشریه و در لوای این حرکت حقوق بشری چگونه از نظر شما و چه پیشنهاداتی دارین در این رابطه که این حرکت موفق و توی همون حوله شعار حقوق بشر بتونه موفق باشه؟ خیلی ممنون. نفر بعد. نه از اون ما 5 تا سوال رو میگیریم برای اینکه بیشتر فرصت پاسخ باشه.
با تشکر از حضور تمام کسانی که اینجا اومدن و سخنرانی کردن، من یه سوال داشتم از آقای جانبگلو. من میخواستم بدونم علیرغم اینکه تمام سخنرانی‌ها بر اساس محور حقوق بشر میچرخید و من به نظر من اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ظرفیت هیچ گونه حقوق بشر رو نداره تو رابطه با جامعه خودمون، میخوام ببینم چطوری میتونه جنبش حقوق بشر در ارتباط با جنبش عدم خشونت تعریف بشه و ما چطوری میتونیم با یک رژیم صفاکی که اینجوری توی خیابونها خون میریزه و من خودم به عنوان یه فردی که توی نسل انقلاب بودم و بعد از انقلاب فرهنگ عدم خشونت رو من تمرین نکردم، الان میخوام بدونم که شما چجوری میتونید با یک رژیمی که شدیداً به نظر من فاشیستی مذهبیه و هیچ گونه ظرفیت پذیرش حقوق بشر رو نداره در رابطه با زنان، جوانان، همه مردم ایران، چطوری میتونید پیوند جنبش عدم خشونت رو برای من تعریف کنید و ببینم چطوری میتونه پیوند بخوره با مسئله حقوق بشر؟ خیلی ممنونم. خیلی ممنون.